سلام دوستان، به چنل یوتیوب پورزا فایننس خوش اومدین. ویدیویی گذاشتیم توی اینستاگرام در مورد نقدینگی، تحلیلش اینجاست. بریم روی چارت سریعا این موضوع مهم رو بگم. اول یه راستی توضیح بدم. آقا مارکت همیشه دنبال نقدینگی، یعنی میبینه شما کجا بای میزنین، استاپت کجا گذاشتی، خب میاد اون استاپ رو جمع میکنه، بعد حرکت میکنه. شما میخوای سل بگیری، استاپ گذاشتی، میاد اول استاپ تو رو جمع میکنه، بعد حرکت میکنه. اینه که میبینید تحلیلتون کاملا درست بوده، ولی اول استاپ خوردی بعد حرکت کرده. نکتهش اینجا. بیایم روی چارت. آقا مثلا من اینجا یه اوردر بلاک دارم که یه پوزیشن سل کاشتم توی این محدوده. استاپم اومدم طبق تحلیل گذاشتم بالای این نقدینگی، تیپیم هم گذاشتم پایین. مثلا توی اوردر بلاک مارکت چیکار میکنه؟ مارکت در تایم های بالا مثل 1 ساعته 4 ساعته میاد نقدینگی جمع میکنه. اینه که میبینی یک شادو خورده همشو برگشته بالا. پس اگر تو توی تایم پایین اول بیای نقدینگی تو یا اون به قول معروف نقطه ورود تو بذاری جای استاپت، قضیه در میاد. نگاه کنین، من اینجا میخواستم سل بگیرم و دیدیم که توی ویدیو ادامهش اومد مارکت شروع که حرکت یهو توی یه دونه کندل برای من اینجوری میاد ور میداره و تیپی میشه. نکته کار کجاست؟ نکته کار اینه که من پوزیشنم رو ور دارم بذارم جای استاپم. یعنی استاپ من اینجا بود دیگه. نگاه کنید چقدر قشنگ. اینجا استاپ من دیگه نمیخوره، استاپمو دست نمیزنم اندازشو ها. نقطه ورود من فعال میشه و قیمت در عرض 3 سود تیپی میده به من بدون که استاپم بخوره. اینجوری من اسیر نقدینگی نشدم. همین قضیه توی موقعیت های بای هم جواب میده. فقط یه نکته داره آقا، خیلی مواقع میبینی اوردر بلاک عمل میکنه ولی یه بار 2 بار 3 بار اوردر بلاک به سود بده، بار چهارم بد ضرری میزنه. اگه مثل من از اینایی که خیلی مطمئن ترید میکنی، دوست داری همه پوزیشنات همیشه سودده باشن، نکتهش اینه باید با نقدینگی و بزرگای بازار حرکت کنی. اینم بگم که اینجور نقدینگی و حرکت ها نه سودای خیلی خوب میدن. گنجیش روزی نباشید 50 دلار اوردر بلاک رو بگیرم 100 دلار بگیرم، وایسید نقدینگی جمع کنید 1000 دلار سود بگیرید. خیلی موفق باشین. بازم از این ویدیوها براتون میذارم.